جناب و بینندگان عزیز، موضوع نوبتی ما مناسبت یک چند مراتبه کم. خیلی که با شما معلوم است در درس‌های گذشته ما مناسبت یک چند مراتبه زیاد رو دیده برآمدیم. از روی نقشه شاگردان عزیز تعریف تقسیم رو برای شما پیشکش می‌کنیم. ما گفتیم دانشجویان و بینندگان عزیز خیلی که درباره یک چند مناسبت یک چند مراتبه کم و یک چند مراتبه زیاد رو برای شما پیشکش نمودیم. بسیاری موضوعهای ما از همدیگر وابستگی زیاد دارند. شما می‌توانید برای استفاده کردن مناسبت یک چند مراتبه کم از قانون تقسیم استفاده برید. مثلا گفتیم که مسئله زیرا گفتیم دیده می‌بریم که با 20 نفر خواننده 2 تای دفتر دادن لازم بود. برای این چند دفتر داشتن لازم است. چه که با شما معلوم است دانشجویان و بینندگان عزیز در سوال‌ها ما برای شما پیشکش نمودیم، از سوال آغاز نمودیم. 20 نفر به که ما چند تا دفتر دهیم 20 جمع شونده را با هم 2 تای 20 جمع شونده 2 رو با هم جمع می‌کنیم یا در عموم می‌نویسیم که 2 ضرب 20 برای اون که 20 جمع شونده گفتیم پس همون است این برابر 40 دفتر لازم که ما با 20 نفر 2 تای جمع کنیم یا که 20 تا جمع شونده رو با هم جمع کردن ببینیم این 40 میشه. دو مسئله که با مسئله داشته برعکس از ترتیب میدهیم. 40 دفتر رو با 20 خواننده برابر تقسیم کردن و هر یک خواننده چند دفتر دادن. جواب گفتیم ببینید در شرط دوم گفتیم که ببینید شما پیشکش نمودیم ما در اینجا مثلا داشته برعکس میکنیم مثلا می‌آوریم که ببینید 20x رو با هم جمع کردن که 40 شد، یعنی x ضرب 20 برابر 40 شد. 20 تا جمع شونده رو ما در اینجا چیکار کردیم؟ 40 دفتر رو با یک چند خواننده 2 تایی تقسیم کردم. چند دفتر خواننده دفتر گرفت. ببینید با این طرز یعنی که جواب همش چی است؟ 40 دفتر است و خواننده 20 خواننده 2 تایی دفتر رو الان درگش ببینید در شکل سیمش گفتیم x تا جمع شونده. خیلی که با شما معلوم است چطوری که می‌بینید در مسئله یک مجموعی که شماره الیمنت ها با 40 برابر است و 20 زیر مجموعه های یکدیگر را در برنده برابر قوه جدا کرده شده است. مثلا گفتیم طلب میکند که شماره الیمنت های زیر مجموعه داده شده را میابیم. در مسئله دو باشد مجموعه هایی که شماره الیمنت های با 40 برابر است با x زیر مجموع برابر قوه یکدیگر را نبرنده جدا کرده شده است که در هر یک کدام آنها 2 تایی الیمنت دارند. مثلا طلب میکنند که شماره زیر مجموع ها را یابیم. دیگزار گفته این از a برابر این از a باشد و مجموع a و زیر مجموع های یکدیگر را جفت نبرنده برابر قوه جدا کرده شده باشد. آنگاه اگر گفتیم x شماره الیمنت های هر یک زیر مجموعه ها باشد پس حاصل تقسیم عددهای a و b گفتن شماره زیر مجموعه های مجموعه x را می‌نامند. اگر گفتیم x گفتیم شماره تحت مجموعه ها باشد آنگاه حاصل تقسیم عدد a و b گفتن شماره الیمنت های هر یک زیر مجموعه را می‌نامند. حاصل تقسیم عدد a و b را این طور گفتیم نوشتن ممکن است که در درس ما برای شما پیشکش نمودیم. تعریف اولی که با واسطه آن حاصل تقسیم a و b یافته می شود تقسیم نام دارد و چنین نوشتن می شود گفتیم که یعنی که دقت a تقسیم b برابر s. در اینجا گفتیم a تقسیم شونده b تقسیم کننده و s باشد حاصل تقسیم نام گرفته است. خیلی که با شما معلوم است تعریف حاصل تقسیم 2 عدد بتون غیر منفی را این طور هم دادن ممکن است. تعریف حاصل تقسیم 2 عدد بتون غیر منفی a و b عدد ناتورالی b گفته یا که ببینید که a و عدد ناتورالی b گفته همین خیل عدد بتون غیر منفی s برابر a تقسیم b را می‌نامند که اگر s را با b ضرب کنیم عدد a حاصل شود. یعنی ببینید که یا اینکه a و b تقسیم کنیم برابر a برابر s ضرب b باشد. ما میگیم شاگردان عزیز چنین برابری اگر درست باشد گفتیم یعنی که حاصل تعریف ما درست است. تئورم یکم برای آن که حاصل تقسیم عددی a و b وجود داشته باشد ضرور است که b خود برابر a باشد. اثبات بگذار حاصل تقسیم عددی a
و b وجود داشته باشد آنگاه گفتیم عدد ناتورالی s مینوس s که موجود است که a برابر s ضرب b است و شما در اسلاید آورده شده میتوانید استفاده کنید. معلوم است که برای اختیاری عدد ناتورالی s تصدیقی گفتیم چی؟ یعنی که یک کلمه خود برابر s درست باشد پس دو تعریف نابرابری یک خود برابر s را با b ضرب زده حاصل میکنیم که b خود برابر s و ضرب b از بس که از بس که گفتیم از سبب آن که s ضرب b برابر a بنابر همین b خود برابر a می باشد. با آسانی گفتیم دیدن ممکن است که حاصل تقسیم عدد گفتیم a برابر b و عدد b با صفر برابر است. در حقیقت گفتیم موافق تعریف اگر a تقسیم برابر s باشد آنگاه چی؟ a برابر b ضرب s را اما گفتیم a برابر 0 باشد پس b ضرب s گفتیم با 0 برابر می شود. از دیگر طرف گفتیم میتوانیم در این حالت b 9 برابر 0 باشد پس گفتیم s برابر 0 یعنی 0 تقسیم عدد گفتیم با 0 برابر است. در تئورم دوم اگر حاصل تقسیم عدد a و b وجود داشته باشد آنگاه گفتیم و یگانه می باشد یعنی اثبات بگذار گفتیم a تقسیم برابر s1 و a تقسیم b برابر s2 باشد آنگاه موافق تعریف a برابر b ضرب s1 و a تقسیم b برابر s2 برابری های آخرین را طرح کرده حاصل میکنیم که a مینوس a برابر b ضرب s1 مینوس b ضرب s2 یا که 0 برابر در اینجا گفتیم که 0 برابر b را از قبض میبریم s مینوس 1 مینوس s2 یا که s مینوس s1 برابر مینوس s2 برابر 0 است. از اینجا s1 و s2 برابر می شود نشان میدیم که با صفر تقسیم کردن ممکن نیست. چخیلی که با شما معلومات گفتیم بگذار عدد a 9 برابر 0 باشد و b برابر 9 داشته باشد بگذار حاصل تقسیم a و b وجود داشته باشد آنگاه موافق تعریف حاصل تقسیم همین خیل عدد غیر منفی s بر s وجود دارد که a برابر s ضرب 0 از این برابری دیده می شود که a برابر 0 که این به شرط مقابل است یعنی به صفر تقسیم کردن ممکن نبوده است. اگر a برابر 0 و b برابر 0 باشد آنگاه تصدیق آن که حاصل تقسیم گفتیم a و b وجود دارد نادرست می باشد چون که موافق تعریف برابری 0 برابر s ضرب 0 برای اختیاری قیمت های s درست می باشد یعنی حاصل تقسیم 0 و 0 عدد اختیاری بوده است. بنابر همین هم در متماتیک تقسیم 0 و 0 غیر امکان پذیر حساب کرده می شده است. ما برای شما در این گفتمان چقدر مثال ها آورده میتوانید شما از سلاید ما این مثال ها را پر و مفصل استفاده برید. برای اثبات میکنیم که 0 برابر 6 برابری همین رو برای شما چقدر که نشان دادیم شاگردان عزیز بینندگان گرامی این بود مختصرا درباره موضوع امروز ما هر یک موضوعی که برای شما پیشکش نمودیم مثال ها پیش نیاز نمودیم از روی میتوانید استفاده برید. دانشجویان و بینندگان عزیز برای مختصر گفتن ما جمع‌بندی کردن موضوع رو ما میتونیم از ادبیات‌هایی که شما در سلاید می‌بینید در کتابخانه دانشگاه و در کتابخانه ملی قرار دارد. ادبیات‌های عالمان داخلی هستند. مفصل پر درس را با از خود کنید. دانشجویان و بینندگان عزیز تشکر و دقتتان.